طی کوتاهی شلوار مدل به پشت برمیگرده. شلوار رو تو قسمت پایین مشخص میکنیم که تا دم پاشنه پاش باشه. حالا میتونه تا قوزک پا بالاتر یا پایینتر نسبت به خواسته مدل. اندازمون رو میزنیم. شلوار ما تو تن مدلمون 8 سانت علامت زدیم، ولی اگه بخوایم برش بزنیم اینجا دیگه باید زاپاس دوخت بذاریم. دمپا رو طوری رو هم میذاریم که درزای پهلو رو هم دیگه و درزای بین فاق باز رو هم دیگه باشه. هشت سانت باید کوتاه می شده. 4 سانت قیچی می کنیم که 4 سانت دیگه بمونه برای زاپاس دوختمون، چون کارمون کتون هستش. دقت کنید 2 سانت زاپاس داخل داره، 2 سانت هم دوباره لول شده برای جای دوختش قرار گرفته. اگه بخوایم سر 2 سانت خیلی تمیز دوخت بزنیم، از لبه شلوارمون سر 4 سانت علامت میزنیم. بعد این قسمت رو ببینید یه لایه شلوار رو میاریم روی 4 سانت میذاریم و یک بار دیگه تا میکنیم. به این شکل یه دوخت 2 سانتی خیلی تمیز توی پای شلوار داریم. 4 سانتی که برای زاپاس دوخت گذاشته بودیم رو اتو میکنیم. بعد از اینکه فیکسش کردیم، خط اتو رو انداختیم که در واقع این میشه لبه شلوار. لبه کار رو سر 2 سانت تا میکنیم. به خاطر اتوی پایین که زدیم یه دوخت تمیزی رو توی کار به ما میده.